بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه نمل، آیه مبارکه 56 الی 63، صفحه 382. الله متعال در این آیات مبارکه عذابش را که بالای قوم لوط علیه السلام نازل فرموده بیان میکنه و همچنان الله متعال نشانه های قدرتش را برای انسان بیان میکنه که الله عظیمی که توانایی داره هیچ مخلوق او ظرفیت و توانایی را نداره و ستر الله به تنهاییش باید عبادت شود. این الله ذکر میکنه. الله متعال می فرماید فما کان جواب قومه، پس نبود جواب قوم حضرت لوط علیه السلام برای پیغمبر لوط علیه السلام الا ان قالوا، مگر این که گفتن اخرجوا آل لوط، بیرون بکنین خانواده لوط را من قریتکم، از قریتان. همیشه وقتی که دعوتگر دعوت میکنه با مشکلات حتما مواجه میشم. اینجا الله ذکر میکنه که وقت حضرت لوط علیه السلام قومش را منع کرد از معصیت و گناه و اینا را به سوی توحید فراخواند، اینا گفتن بعد لوط و خانوادهش از قریه بیرون شوند. علتش چی است؟ علتش را بیان میکنن که انهم ارائن ایشان اناس، مردم هستند یتطهرون، پاکدامن خود را میگیرن. اینا کار زشت را که ما انجام میتیم اینا انجام نمیتن. فانجیناه، پس نجات دادیم او را، یعنی لوط علیه السلام را، و اهله و خانوادهش را، الا امرأته، مگر خانم لوط علیه السلام که در آیات دیگه هم خواندیم که او سخنچینی میکرد به مو انسان ها. الله گفت که قدرناها من الغابرین، ما او را از جمله کسانی که بازمانده شدن در عذاب او را ماندیم و برش عذاب را مقدر کردیم. و امطرنا علیهم، ما نازل کردیم برشان مطرا، باران سخت از سنگ را. از آسمان بالای از این قوم سنگ می آمد و الله اینا را توسط سنگ هلاک ساخت. فساء، پس بسیار بد است مطر المنذرین، باران سنگ برای کسانی که بیم داده شدن از عذاب الهی و اینا نترسیدن، تقوا حاصل نکردن، به عذاب گرفتار شدن. آل الله ما به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که همیشه حمد و ستایش الله را بگو، ای که سلامتی بر بنده هایی که الله اونا را برگزیده. الله بیان میکنه قل الحمد لله، بگو حمد و ستایش الله متعال راست. به می خاطر امام زمخشری صاحب در تفسیر ذکر میکنه مسلمان همیشه حمدگو هست، سخنش با حمد شروع میشه، با ستایش الله شروع میشه، طعام را با حمد می نوشه، هر کار میخوره، هر کار نیکش با حمد و ستایش الله هست، همیشه به زبانش الحمدلله هست. و ایره الله ذکر میکنه و سلام و سلامتی باد علی بر عباده الذین اصطفی، برو بندگان الله که برگزیده هست الله اونا را. انسانهای نیک هستند، انبیاء علیهم السلام، شهدا، صالحین که در کلامش الله بیان میکنه اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و الشهدا و الصالحین. اینا کلا بنده های است که الله اینا را برگزیده، دوستان الله هستند. آل الله متعال به طور استفهام ایره بیان میکنه که الله خیر، آیا الله بهتر است اما یشرکون، از آن چه که اینا و الله شریک میکنن. خب مشخص است که الله که خالق هست او بهتر است از این چیزهایی که اینا عبادت میکنن. آل عظمتش را رب العالمین بیان میکنه
امن خلق السماوات، کی از او ذاتی که آسمان ها را خلق کرده بدون ستون، والارض و زمین را برای انسان ها و مخلوقاتش، و انزل لکم و نازل کرده برای شما من السماء از آسمان ماء آب را، آب که نعمت بزرگ الهی است، بدون از او هیچ مخلوق زندگی نمیتونه. فانبتنا به، پس الله متعال رویانیده توسط اینمی آب بهی حدائق، باغچه های را در زمین سرسبز. الله بیان میکنه ذات بهجت، که ای بسیار زیبا الله اینا را پیدا کرده، دارای سبزی ها و خرم هستم. ما کان لکم، نی شما را ان تنبتو، این که شما برویانید شجره ها درختان آن را. آیا انسان میتونه یک برگ بسیار کوچک طبیعی را به وجود بیاره؟ نمیتونه. در این قرن که ما شما زندگی میکنیم که تکنولوژی به اوجش رسیده، هیچ وقت نتونستن چیز طبیعی که الله پیدا کرده به مو شکل اینا یک برگ را تا جور بکنن، نهال را جور بکنن. پس الله میگه مخلوق از این چیزا عاجز است، این کار الله هسته. اله مع الله، آیا با الله ذات شریک است؟ کلا و حاشا، الله میگه بل هم قوم یعدلون، بلکه اینا قوم هستند کجرو، قوم هستند مشرک که به الله متعال شریک مقرر میکنن. امن جعل الارض، کی است او ذاتی که گردانیده زمین را قرار جای آرامش برای همه مخلوقات، و جعل خلالها، و گردانیده الله متعال در میان آن انهارا جوهارا، و جعل لها، و گردانیده در آن رواسی کوها را، و جعل بین البحرین، و الله متعال گردانیده بین دو بحر حاجز و پرده را که آب و شور شیرین با هم بر هم نمیخورند. اله مع الله، آیا با الله متعال ذات شریک است؟ کلا و حاشا، چنین نیست، الله ذات یکتا هسته. بل اکثرهم، بلکه اکثریت از انسان ها الله بیان میکنه اینا لا یعلمون، نمیدانند، فکر و تفکرشان را در کار ننداختن. بعد از این الله ای را بیان میکنه از کی است او ذاتی که دعای انسان بیچاره مظلوم را میپذیره و قبول میکنه و بدی را از انسان ها دور میکنه، سختی را از انسان ها دور میکنه، او الله هسته. امن کی است او ذاتی که یجیب المضطر، قبول بکنه دعای بیچاره را، اذا دعاه، وقتی که دست به درگاه الله بلند میکنه، از الله در نصف شب، در تاریکی شب کمک میخواه. کی است اتر ذاتی که دعای ازیره بپذیره بجز الله متعال، و یکشف السوء، و دور بکنه از انسان بدی را. پس او الله تنها ذات هست که دعای انسان میپذیره و قبول میکنه. و یجعلکم خلفاء الارض، و میگردانیده شما را الله متعال جانشین زمین. یک فرد عادی را ببینی که یک نفر یک وقت پاچای همه انسان ها میشه، بس این نظام به دست الله هسته. اله مع الله، آیا معبودی با الله هست؟ کلا و حاشا، چنین نیست، الله ذات یکتا هسته. قلیلا ما تذکرون، کم انسان ها هست که تذکر و پند میگیرن از نشانه های قدرت الله. امن یهدیکم، کی است اتر ذاتی که شما را هدایت بکند فی ظلمات البر، در تاریکی های خشکه، و البحر، و در تاریکی های بحر. و من یرسل الریا، کی است اتر ذاتی که بفرسته بادها را بشرا مژده دهنده بین یدی رحمتی، پیش از رحمتش که باران هست یک باد شیرین میه و انسان متوجه میکنه که باران در راه هست. اینمی نظام به دست بلا کیف الله هست، بجز الله دیگر هیچ مخلوق اتر ظرفیت و توانایی را نداره. اله مع الله، آیا با الله متعال معبود هست؟ کلا و حاشا، الله ذات یکتا هست. تعالی الله، الله متعال بلند مرتبه است، اما یشرکون، از آنچه که انسان ها به الله متعال شریک مقرر میکنن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.